مقاله چاپ شده سال 2021 که تمرینات دایره تاکتیکی رو در مقایسه با تمرینات قدرتی بر شاخص‌های فشار خون و بهبود عروق مورد مطالعه قرار داده و یه توضیح مختصر داده. گفته عامل استرس فیزیکی به دلیل ماهیت شغله که باعث فشار خون بالا میشه، مثل شغل‌های پرسنل نظامی، آتش نشانا، مشاغل حساس و که کار سختی با بدن انجام میدن و اومده روی آتش نشانا 2 نوع برنامه تمرینی اجرا کرده به مدت 4 هفته، برنامه تمرینی دایره‌ای و برنامه تمرینی قدرتی، و به این نتیجه رسیده بعد از 4 هفته با اندازه‌گیری و ارزیابی شاخص‌های قبل و بعد تمرینات دایره‌ای فشار خون افرادی که مشاغل حساس دارند رو کاهش داده و همینطور باعث بهبود عروق این افراد شده و نکته خیلی مهم که کاهش تیروگلیسیرید خون تا 24% بوده.